حدود 10 سال پیش مجرد بودم. عشق شوهر، یعنی دعا میکردم فقط یکی پیدا شه بیاد منو بگیره. خالم یه روز زنگ زد گفت بدو بیا که واسط یه شوهر توپ پیدا کردم. ما هم از خوشحالی شبونه از شهرستان راه افتادیم. ساعت 11 شب رسیدیم. 10 دقیقه بعدم آقا دوما تشریف آورد. یه پسر قد بلند، خوشگل، ولی مو نداشت. یعنی برق سقف با سرش رقابت میکرد. رفتم باش تو اتاق صحبت کنم. گفت چادر میپوشی؟ گفتم آره، پارسال میپوشیدم، زمستون بود، برفیه دیگه، الان دیگه نمیپوشم. گفت آدم قانعی هستی؟ گفتم خیلی، اصلا حلقه طلا نمیخوام، بدل بده. بنده خدا فقط داشت منو نگاه میکرد. گفت اگه بیای اینجا شاید نتونم زیاد ببرمت شهرستان پیش خانوادت. گفتم اب نداره، اصلا نمیرم. آقا همونجا پا شد رفت که رفت. من موندم و نگاه‌های بابام و قیافه شوهر خالم. حالا 7 سال ازدواج کردم با یه مرد قد بلند و خوشتیپ. ولی به خدا گاهی با خودم میگم ای کاش همون مجرد مونده بودم.